به نام خدا، سعید دریایی هستم. تو این دوره آموزشی قصد دارم تا قطعات استانداردی که توی صنعت پرکاربرد هستند رو آموزش بدم. شناخت قطعات استاندارد پیش نیازیه برای ورود به صنعت قالب‌سازی و طراحی. پیش نیازیه برای ورود به یه محیط صنعتی. اگه هدفمون یادگیری طراحی انواع قالب‌ها یا طراحی انواع قطعات یا طراحی انواع دستگاه‌ها یا حتی هدفمون ورود به یه محیط صنعتی باشه، باید استانداردها رو بشناسیم. باید قطعاتی که به صورت استاندارد ساخته میشن رو بشناسیم. باید با کاربرد قطعات آشنا باشیم تا بتونیم درست ازشون استفاده کنیم. مثلا من میخوام یه قالب تزریق پلاستیک طراحی کنم. باید قطعات استاندارد رو با کاربردشون بشناسم تا بتونم متناسب با قطعات توی بازار قالبمو طراحی کنم. یا مثلا من به عنوان مسئول خرید در یه محیط صنعتی باید قطعات استاندارد رو با کدی که دارن رو بشناسم تا بتونم درست خرید کنم. یا اصلا من به عنوان یه فروشنده قطعات صنعتی باید با قطعات استاندارد، کدهایی که دارن و با کاربردهاشون آشنا باشم تا بتونم نیاز مشتری رو رفع کنم. در دوره مقدماتی شناخت قطعات استاندارد با استانداردها و پرکاربردترین قطعات در صنعت آشنا میشیم. یاد میگیریم که چه نوع قطعاتی قطعات استاندارد هستند و چه کاربردی دارند. یاد میگیریم که چطوری از قطعات استاندارد استفاده کنیم. توی این دوره یاد میگیریم که بدون طراحی قطعات استاندارد ازشون در طراحیامون استفاده کنیم. در انتهای این دوره به صورت کاربردی یاد میگیریم که چطور قطعه‌ای رو به کمک قطعات استاندارد طراحی و مونتاژ کنیم.